پیش از همه از وزیر وسیعت جمهوری مملکت ترکستان برادر فرامدین آواز خواهش می‌کنم که در برادر شهید موسی افزایی و دیگر شهیدان چه از طرف مقامات قدرتی و چه از طرف هموطنان ملکی ما چند روز تذکرات موجود صحبت می‌کنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون حين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول منهم القول للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم که جای برادر مسافری و همه شهیدان رو افتخار بی‌لگانت و بار دیگر شما و دفتر جمهوری اسلامی ترکستان و تشکر می‌کنم از همه نمایندگان رسانه‌های خبری و سفارت‌ها، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و همچنین دیگر کسانی که در انتخابات حضور دارند. رهبری جمهوری اسلامی ترکستان ضرور دانست که نظر خود را در رابطه با حدیث‌های اخیر
در یک نشستی مطبوعاتی خدمت جامعه می‌کنم و شما همتون در جریان هستید که قبلا هم ما با بیانیه نظر از کشتار جنرال عبدالناصر شدیداً آن را محکوم بوده، خواستار پیدا کردن و از جدا کشیدن جنایتکاران شده بودیم و همزمان خواهش کرده بودیم که عملیات‌های نظامی در بدخشان قطع کرده شود و با راه مکالمه مصالحه مصلحتی را پیدا کنیم. رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو هم به همین موقع خود پایدار هست و باید گفت که متاسفانه در این بین بعد از چند روز بیانیه و ما مصیبت دیگری رسید که رئیسی بخش ولایتی همون در بدخشان برادر عزیزمان شهید صدرعلی محمد رضایی و شهادت رسانده شد و اگرچه ما از روزهای اول این معلومات رو دریافت کرده بودیم ولی به خاطر باز هم تحقیق کردن و مطمئن شدن که آیا این خبر صحت دارد یا نه از دادن همه بیانات خبرداری کردیم و با تمام امکانات تلاش داشتیم که صحت بودن و نبودن این خبر باید سنجیده شود. شما همتون می‌دانید که در اول برخوردها یک خبرها درباره کشتار یا قتل چند نفر دیگر هم ثبت شده بود ولی بعدا تکذیب شدن. ما به خاطر آنکه در چنین حالتی ناگوار نرفتیم از دادن همون نظر خبرداری شد ولی بعدا وقتی که از خود شهر خاروخ از طرف شاهدان و نزدیکان مرحوم صدرعلی با همین خبر تصدیق شد رهبری حزب این مصیبت را برای خود همچنین مصیبت واقعا هم سنگین قبول کرد و لازم دانستیم که نظر خود را موقع خود را در این باره از طرف نشست مطبوعاتی بیان نمود. ما شهادت این برادر عزیز را شدیداً محکوم کنیم و امید داریم باور داریم که مقامات دولتی تاجیکستان این جنایت را بسیار جدی مناسبت خواهند کرد و همونطور که ما تقاضا داشتیم که در آشکار کردن و بازداشت نمودن دستاندرکاران جنایت صادر شده نسبت به جنرال عبدالناصر مقامات همه حق را دارند و باید آن را آشکار کنند. ما مطمئنیم که مقامات دولتی عیناً همین گونه مناسبت را در مسئله پیدا کردن جنایتکاران کشتار رئیس شعبه ولایتی ما صدرعلی محمد رضایی همین گونه مناسبت خواهند کرد و همونطور که قتل یک جنرال برای جامعه سنگین است، قتل یک سیاستمدار و نماینده یک حزب سیاسی کمتر از آن نیست و باید به طور جدی بررسی شود. همزمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای این نظر است که باید تمام برخوردهای نظامی در منطقه بدخشان قطع کرده شوند و آن آتش‌بسی که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام گشت و ما با قدردانی از آن ذکر می‌کنیم که چند مراتب آن تمدید شد اگرچه ماهیت آتش‌بس‌های قبلی هم به انجام رسیده بود. ما این را همچنین یک اقدام مثبت قلمداد می‌کنیم که این آتش‌بس تمدید کرده شد و پیشنهاد می‌نماییم که آتش‌بس بی‌مهلت اعلام کرده شود و طرف‌ها از اقدام همه گونه اقدامی که باعث تشنج وضع در منطقه بدخشان شود خودداری کنند. این چنین رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شروع سپردن سلاح را در منطقه بدخشان کاملا جانبداری می‌کند و امید دارد که این روند ادامه خواهد یافت. این پیام بسیار مثبت است و ما را امیدوار می‌گرداند که واقعا هم مصالحه و گفتگوی سازنده در بدخشان بین حکومت جمهوری تاجیکستان و نیروهای گروه‌های مسلح شروع شده است. و نظر ما این است که تمام رسانه‌های خبری جامعه شهروندی مقامات دولتی تلاش خود را برای دستگیری این روند مصالحه سپاریدن سلاح و تفاهم عمومی در بدخشان خرج نمایند. وابسته به این می‌خواستم یک نکته را هم برای نقش رسانه‌ها ذکر کنم که
ما امیدواریم از طرف حزب نهضت که رسانه‌های خبری بسیار از مواقع سازنده در مسئله پوشش دادن این حادثه‌ها پیش خواهند گرفت و از دادن همه خبرهای ناسنجیده و برآمده از منبع‌های نه چندان معتمد خودداری میکنند. برای مثال وقتی که خبری و شهادت رسیدن صدراعلی پهن گشت، بعضی رسانه‌ها با استناد به بعضی مقامات مشکوک سرچشمه‌های نامعین خبر پخش کردند که بیا در پهلوی جسد ایشان سلاح پیدا شده است. تا حال یگان مقام رسمی این را تایید نکرده است، یگان شاهد عینی آن را ندیده است، ولی با استناد به بعضی سرچشمه‌های مشکوک و نامعین بعضی رسانه‌ها آن را پخش کردند که این خود زمینه را برای ایجاد بدگمانی ناباوری در جامعه زیاد می‌کند و این یک عمل غیر حرفه‌ای ژورنالیستی است. ما خواهش می‌کنیم از تمام رسانه‌ها که احساس مسئولیت نمایند، از تکرار اشتباهایی که در سال‌های 92 همه جامعه کرد، از آن جمله رسانه‌ها که یک موقع یک طرفه می‌گرفتند، همیشه برای آنها یک طرف مثبت و طرف دیگر منفی بود، از اون باید خبری کرد. وظیفه جامعه شهروندی از آن جمله حزب‌های سیاسی رسانه‌های خبری هم در آن است که کوشش بی‌غرضانه و بهادری بی‌غرضانه نسبت به این روندها داشته باشد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تمام اقداماتی که برای پیدا کردن حل مصالحت‌آمیز در بدخشان و خرج داده می‌شود از آن دستگیری می‌کند. ما بسیار می‌ندار هستیم از شخصیت‌ها، از سازمان‌های جمعیتی و رسانه‌های خبری و همه دایره‌هایی که برای حل مصالحت‌آمیز این قضیه تلاش کرده ایستادند و حزب نهضت آماده است که در پهلوی آنها باشد. علاوه بر این ما پیشنهاد می‌نماییم که تمام این تلاش‌ها باید هماهنگ شوند و در همکاری با مقامات دولتی زیر رهبری حکومت جمهوری تاجیکستان باید جامعه شهروندی، سازمان‌های غیر دولتی تلاش خود را برای رسیدن به یک حل مفید و مناسب در این قضیه خرج نمایند. و دعوت ما از مقامات دولتی این است که هر چه زودتر علاقه با بدخشان باید برقرار نماییم، زیرا نبودن علاقه بخصوص در حالتی که وضعیت آرام شده ایستاده است بر ضرر کار است. در هنگام بودن عملیات‌ها یک دلیلی هست که باید علاقه محدود کرده شود، ولی وقتی که زندگی در بدخشان در شهر خاروخ و مجموعه طبیعی خود برمیگردد، وقتی که از اون طرف پیام‌ها و خبرهای مثبت آماده ایستادن، برعکس نبودن علاقه باعث بدگمانی‌ها می‌شود، آوازه‌ها می‌شود و در این روند خوب و مثبت که شروع شده است بودن علاقه با منطقه برعکس این روند را تحکیم می‌بخشد و علاوه بر این ما پیشنهاد داریم که هر چه زودتر راه‌های رساندن کمک و بدخشان و اهالی ملکی باز کرده شود، هم به سازمان‌های بین‌المللی هم به سازمان‌ها و شخصیت‌های داخلی کشور امکانیت داده شود که کمک خود را و وسایل را به منطقه بدخشان برسانند. ما امیدوار هستیم که جامعه تاجیکستان در این شب و روز مردم برادر و هموطنان بدخشانی ما را تنها نخواهند داشت. با استفاده از این فرصت من از تمام روزه‌داران، از مردم دیندار تاجیکستان و خصوص از اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دعوت می‌کنم که در این شب و روزهای رمضانی که ما در عبادت هستیم برادران خواهران بدخشان را فراموش نکنند، کمک لازمی و حدالمقدور خود را به ایشان برسانند، حداقل مبلغ یک روزه افطار خود را برای مردم بدخشان جمع‌آوری نمایند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این اقدام را پیش خواهد گرفت و من بسیار می‌خواستم با نگهداشتم که در اینجا رسانه‌های خبری هستند و نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی، یکی از سازمان‌های غیر دولتی یا مجموعه از خبرنگاران و از شخصیت‌ها این اقدام را سرپرستی می‌کردند، رهبری می‌کردند
و این مبلغ‌ها و کمک‌های جمع شده را در یک مرکز منظم میشد تا برای رساندن به منطقه بدخشان. خوب میگفت که این روند را نه حزب‌های سیاسی بلکه رسانه‌های خبری و سازمان‌های غیردولتی خیریه و دوش می‌گرفتند. ما در پهلوی آنها خواهیم بود، کمک خود را خواهیم رساند و حتی امکان دارد که در این طور هم این شخصیت‌ها پیدا شوند که مسئولیت تنظیم و به بدخشان رساندن این کمک‌ها را به دوش بگیرند. و نهایتاً حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این نظر هست که هرچی بیشتر ادامه یافتن این نزاع در داخل تاجیکستان در بدخشان باعث وارد گشتن دایره‌های بیرونی به این قضیه خواهد گشت و قضیه امکان دارد که از دست صاحبان آن، از دست تاجیکان بیرون و بیفتد به دست دیگران که این برای کشور ما، برای جامعه ما مطلوب نیست. هر چیز زودتر ما را خاتمه بدهیم، راهی برآمدن از این وضعیت دشوار را پیدا نماییم، همون قدر ما این قضیه را خودمون مدیریت خواهیم کرد و یک نتیجه مطلوب خواهیم رساند. در صورت در امکان دارد که دیگران وارد قضیه شوند و با نظر داشت که منافع و اختلافات ژئوپلیتیکی بعضی کشورها، بعضی دولت‌ها در منطقه آسیای مرکزی در تاجیکستان این قضیه هم تابش‌های دیگر پیدا کند و از یک مسئله داخلی تاجیکستان تبدیل شود به مسئله منطقه‌ای و حتی بین‌المللی که به نفع کشور ما است. حزب نهضت آماده است که تمام توان خود و امکانات خود را در راه رسیدن به صلح و آرامش و ثبات در کشور به خرج می‌دهد. تشکر زیاد و اگر سوالات باشند ما آماده جواب هستیم. Прежде всего, мы очень сожалеем о том, что случилось в Бадахшане, и наше руководство нашей партии категорически осуждает убийство генерала Назарова, а также убийство председателя партии «Вечерки» нашей партии в Бадахшане. И мы призываем властей, чтобы они очень серьезно подходили к этому вопросу и имея полное право на введение расследования по поводу убийства генерала Назарова, о чем мы говорили, поддерживаем эти действия, также призываем, чтобы они также серьезно рассматривали дело об убийстве лидера нашей партии в Бадахшанском регионе. Также мы призываем к скорейшему прекращению введения огня и поддерживаем инициативу президента о объявлении моратория на ведение боевых действий и предлагаем, чтобы это моратория была объявлена бессрочно. Никаких сроков и никаких дат не назначить и найти мирные способы решения этого вопроса. Также мы призываем средства массовой информации и всех, кто освещает эти события, очень взвешенно относиться к этим событиям и оценивать объективно происходящее в Бадахшане и воздержаться от распространения непроверенных информаций. Также мы призываем властей как можно скорее открыть путь и дать возможность посетить Бадахшан, доставить грузов, гуманитарную помощь, также наладить связь с регионом. Поскольку именно сейчас, когда жизнь возвращается, мирная жизнь, нормальная жизнь возвращается в хорове, сейчас как раз необходимо дать возможность людям, организациям, журналистам посещать регион и довести до людей тот позитивный процесс, который начался. Поскольку отсутствие связи как раз порождает слухи, порождает различные необъективные оценки происходящего. И наша партия приглашает всех верующих таджикистанцев в эти трудные моменты поддержать наших земляков в Бадахшане и помочь им всеми доступными средствами и
факта предлагается членам сторонникам нашей партии всем нашим собратьям, чтобы хотя бы минимально однодневный свой ифтар они в качестве помощи нашим бадахшанским землякам отправили в Бадахшан. И было бы очень хорошо, если кто-нибудь из журналистов или представителей гуманитарных организаций, межправительственных организаций, они взяли на себя эту роль, миссию по координации этих действий для того, чтобы доставить гуманитарную помощь в Бадахшан. Также мы призываем к тому, чтобы как можно быстрее решить вопрос в Бадахшане, поскольку продолжение конфликта способствует тому, чтобы другие включились в этот процесс, и, возможно, даже этот процесс выйдет из-под контроля и правительства Таджикистана, и всего таджикского общества, которое нам не хотелось бы этого, и поэтому призываем к тому, чтобы найти мирные способы выхода из этой ситуации. Конечно, ситуация непростая, но как раз в данный момент мы рассматриваем, думаем, что эмоции, они не способствуют решению этого вопроса, а наоборот, хладнокровность и дальновидность поможет нам выйти из этой сложной, трудной ситуации. Спасибо большое. در واقع بیشتر تذکر دادن ضرورت دارد که کنفرانس مطبوعاتی ما در مرحله حساس چندان ممکن برای دایره‌های دیگر مطلوب نباشد، ولی طی سه روز شورای سیاسی جلسه مشورتی داشت و به قرار آمد که به جزئیات مسئله موقع فاتحانه خود را حزب بوده باشد. برای این هر گردید نظرهای هست مرحمت سوال که رهبریت حزب آماده است دارد. اجازه است؟ آقای کبیری در مورد شرایط حد آقای محمد زاید آیا جزئیات تازه در دست هست و اضافه چیزی که دیروز در سایت حزب شما منتشر شد و در رابطه با تحقیق این قضیه آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با نیازهای حفظ حقوق تاجیکستان در تماس شده یا خیر و اگر شده نظر آنها چی است؟ تشکر. با ما درباره حالت‌های قتل برادر مصطفی علی خبرهای گوناگون از سرچشمه‌های گوناگون رسیده است و ما همه این خبرها رو با دقت سنجیده ایستادیم و آخرین خبری که دیروز از خاروق به ما رسید از طرف نزدیکان صدر علی و همه حزب‌ها درباره آنکه ایشان همان روزی که به قتل رسید از خانه‌شان پیش از افطار در حالت روزه‌داری بیرون رفتند و دیگر برنگشتند. بعدا جسد ایشان را از منطقه مانند قلعه پیدا کردند و ما تمام اون سندها نوارهایی که در این باره پخش شد در رسانه‌های خبری با دقت آموخته ایستادیم و پیش از آن که مقامات دخلگاه موقع رسمی خود را در این باره بگویند خودداری می‌کنیم، چون که باید همه طرف مسئله سنجیده شود. ولی آنی که ایشان یک شخص ملکی بودند و درست است موقع سیاسی مشخص داشتند و در گردهمایی که یک روز پیش از این حادثه در شهر خاروق بود ایشان سخنرانی داشتند، در رسانه‌های خبری هست و انتقادهای هم داشتند، انتقادهای در چارچوب قانون و منطقی، انتقادهایی که همه گونه حزب سیاسی و شخصیت‌ها آن را کردند و متن سخنرانی‌اش در رسانه‌های خبری هم پخش شد که خواهشمندان میتونن دریافت کنند. ما این صبح هم با مقامات دولتی در این باره من شخصا که صحبت داشتم و همچنین که گفتیم امید داریم که مقامات دولتی این قضیه رو بسیار جدی بررسی خواهند کرد و هر کسی که در جنایت کشتن یا به شهادت رساندن برادر مصطفی دست داشت باید به طور جدی مجازات شود و من برای مثال میتونم بگویم حتی اگر همون نواری که در اینترنت رفت بگذار برادر سبزاری تعلق نداشته باشد، ولی بالاخره انسانی بود که همه گونه انسان مکرم است، شرافت دارد، حتی بعد از کشته شدنش، حتی اگر جنایتکار هم باشد نباید نماینده یک مقام دولتی با جسد چنین مناسبت کند. اگر شما یادتان باشد
بعد از پخش شدن بعضی خبرها درباره جنایت‌های سربازان آمریکایی در افغانستان که بالای جسدهای طالبان و کارهای بداخلاقانه می‌کردند، مقامات آمریکایی بلافاصله تفتیشات را شروع کردند و بین حکومت آمریکا و این جنایتکاران سرباز فاصله ایجاد کردند و گفتند که درست است که اینها این کار را کردند ولی این موقع حکومت آمریکا نیست. حالا که ممکن ده‌ها جنایت دیگر در افغانستان صادر شده بود و یکیش به رسانه‌های خبری رفت. بنابراین ما امید داریم که مقامات دولتی مسائل بسیار جدی میگیرند و اثبات میکنند که فرق بین یک گروه صادرکننده جنایتکار و سرباز دولتی مقامات دولتی وجود دارد. وگرنه اگر هر دو طرف یک گونه رفتار کنند، من فکر میکنم که این برای در شأن یک حکومت مقامات رسمی زیبنده نیست. و خیلی ما امید داریم و باور هم داریم که مقامات جدی میگیرند و پرونده کشتار سرزده را به طور قاطعانه پیگیری خواهند کرد. مرحوم نورالی آقای بزرگی ماشین بیشتر برای که آتشبسی بی‌مهلت پیاده شود، بی‌مهلت فرو کنند.